قرار شد امسال یه کار جدید بکنیم. خب مجتبی عاشق گیمه، پس قرار شد یه بازی طراحی کنیم که شبیه معماست. کلی معما که باید حل کنه تا به کادوش برسه. ریجی جون به دوربین نگاه کن. هفته دیگه تولدته دیگه. خب ما یه برنامه بعد تدارک دیدیم. امروز یادت دوست داشتی بری اتاق بازی؟ خب ما خودمون این اتاق رو برات ساختیم. جدی؟ بله ولی بله. این اولین معما بود. قرار شد که بفهمه کجا باید بره. پینگ پونگ، میز پینگ پونگ. مدلات میگه همبرگرها خفمون میکنه. آها توی چیزه، همون سپهره. همبرگر اصلا خوب. صندوق بسی زیر یکی از اوناست، یعنی زیر میز. حامد به عنوان دوربین با تو میاد ولی کمکت نمیکنه. خدافظ. بدو تایمت داره میره. برو تو ماشین میریم به سمت مرحله بعدی. میریم پارک سپهر. فعلا متوجه شدیم پارک سپهر مرحله بعدی. خب چه احساسی داری مشتاق؟ خیلی جذابه. بهترین حالت ممکنه. برو کنار. چیه؟ دو تا حالت داره. یکی اینکه من رو کشوندین اونجا که تو خونه یه کاری بکنی واقعی باشه، یکی اینکه مرحله بعدی حالا بالاخره فکر 4 نفر دیگه من نمیتونم حدس بزنم. حدی میدم ببینم تو کاملا در اشتباهی. خب یه نامه واسه مجتبی گذاشتیم زیر یکی از میزای پینگ پونگ. باید بره و پیداش کنه. توی اون نامه یه کد گذاشتیم که اگه اون کد رو پیدا کنه میتونه به یه شماره تلفن زنگ بزنه. یه کده یه کد 2 شروع کن. این جذاب ترین بازیه که تا حالا دیدم. فکر میکنی به کی زنگ میزنی الان؟ نمیدونم. یه جسد پیدا شده. از صبح 10 بار با تماس گرفتم. 10 دقیقه دیگه زنگ میزنم آدرس رو بهت میدم. جسد؟ خیلی گفتش که کارگاه کجایی؟ از صبح دارم با تماس میگیرم. یه جسد پیدا شده. دنبالت میگردیم. 10 دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم بهت آدرس میدم. اینجا پلیس داره میره. شاید اینجا. فکر کن به همین راحتی داره دنبال جسد میگرده. وسط این همه جمعیت با خونسردی کامل دنبال جسد میگرده مشتبه. ما داشتیم خونه رو آماده میکردیم تا مجتبی برگرده، ولی همین بین مجتبی فکر کرده بود که باید بیشتر بگرده و شاید نشونه‌ای از جسد پیدا کنه. نوشته کشته. فکر کنم منظوری داره. چی؟ دیگه زیاد عبادت می‌کنیم بترسن. اونی که عبادت میکنه زیاد باید بترسیم. بترسیم. چون چیز حق بازی چیز نداره. متشکرم. 11 و 5 دقیقه. ولی هیچ وقتی بعد داره. الان میدم. پیداش کنم دنبال جسد. مجتبی همچنان فکر میکنه که باید بگرده دنبال یه جسد یا یه نشونه هایی و ما به زودی به هیچ زنگ میزنیم. خب مجتبی تصمیم گرفت که بپرسه از مردم که این دور اطراف جسد دیدن یا نه. ببین یه جسد گوسفند دم در آموزشگاه اون وصله. جسد اینجا از ماشین پیاده میشه تا صندوق عقب رو بگرده، چون که من همیشه شوخی میکنم و میگم جسدا رو میذارن تو صندوق عقب. الو سلام میشنوی؟ آره اشرفی بولیوار سیمون. من شارژ گوشیم داره تموم میشه. خداحافظ. درست گفتم. رفتیم خونه. بابا برگردیم خونه. بولیوار سیمون گفت چرا؟ پیدا شده. برو کنار. جسد پیدا شده. برید کنار. عجله کن.
مجتبی هیجان زده شده، رسیده به خونه. باید ببینه قضیه این جسد چیه. بریم ببینیم چیه. توی نامه ازش خواستیم که به گفته FBI گوش بده و به ما بگه که این یه قتله یا یک خودکشی. بگی خودکشی یا قتل. نوار رفته بود اولش. خب اگه مقتول خودش ثبت کرده باشه خودش کشته باشه نمیتونه نوار برده باشه اولش. چون وقتی که صدای تیر میاد تو نوار هست. آفرین. حالا از قتله. خب چون جوابو پیدا کرد میتونه بره مرحله بعد. مرحله بعد یه قایق موتوریه با یه شکل که بهش میگه باید یه چیزی رو پلی کنه. قایق موتوری؟ دیوانه. سلام آجی، خوبی؟ تو هم؟ مرسی خوب. مود فامیلی یه قسمتی بود پست 6 قسمت 16 بود. این کلر از یه راهی استفاده میکرد برای ارتباط با فامیلاش. خیلی خوب بود راهش، خیلی حال کردم باش. خب حالا من اگه جای تو بودم یه قطعه پیانو خب حالا قرار شده که بر اساس نوت‌های پیانو مجتبی به یه چیزی برسه، به یه شماره فیس تایم. بعد حتما باید با اون فیس تایم تماس بگیره. خب شماره فیس رو پیدا کرده. 15. سلام. مرسی. خوبی چطوری؟ وایسا صدات قطع میشه. ببین بگو. اون عنصری که عدد اتمیش 19 بود چی بود اسمش؟ عنصری که عدد اتمیش 16 بود. 19 19 پتاسیم. پتاس. آره. پتاسیم. کارت بعدی چیه میشه ببینم توی دوربین؟ یک کتابخونه هست اینجا نوشته هاروکی موراکامی طبقه 1 2 3. شبیه یکی از این چیزا. خب مجتبی به اسم رمز رسید، پتاس. حالا باید بگرده و اولین حرفا رو پیدا کنه و به مراحل بعد بره. ببینیمش. یه یخچاله توش یه چیزی چسبیده.